انسانهای ناسالم و کم عقل امروزها منبع درآمد بعضی بلاگرها شدگیه. در کجایی که یک انسان ناسالم و کم عقل میبینیم روی صحنه برآمده سایو نوارهاش در شبکه ها دور میزنه. حتی در پیش هم مهمون های خارجی هم این انسان های ناسالم میبرارن و نوار برداری میکنن که چی عکس العمل نشون میتیه که مردم ببینه و بخنده. یک زنی بود ای مایلی گفته داد میگفت پیش مهمون های خارجی میبیارنش با اون پریکولای خودش ای مایلی گفته داد میگه. سبحان الله، اون مهمون خارجی دیگه حیران میشه که با یک همیتا پنشاخ میزنه همیخیل. تو این درجه را سبحان الله این شبکه های اجتماعی یک منبری هست که از این منبر همین ملت معرفی میشوه، از این منبر نسل جوان عبرت میگیره. ولی متاسفانه با همین انسان های ناسالم کم عقل ملت تاجیک معرفی میکنن در دنیا که همین مردم تاجیک همش همین خیلی دیونه و ناسالم هستن. بس کنه برادرایی که همین انسان های ناسالم روی صحنه میبراره، با جایی که یک انسان ببینه مثلا شکرانه الله بکنه و خیلی که پیامبر تعلیم دادگی الحمدلله الذی عافانی مما ابتلاه بگه، شکر خدا را بگه که من خداوند به مثل این نگردون. این نوارهای شما را میبینن این انسانهای ناسالم دیده خنده میکنن و از الله غافل میشوند دیگه. خب با جایی که شکرانه الله بکنن این نوارهای شما را میبینن میخندن. یعنی پرانک و پریکول گفته اینا را روی صحنه برآورده ملت شما شرمنده میکنی. من این انسانهای ناسالم تحقیر نمیکنم، ولی هر چیز در جای خودش. این منبری، این شبکه های اجتماعی یک منبری هست که ملت این منبرها معرفی میشوه و شما کاری میکنه که با همه انسانهای ناسالم ملت تاجیک معرفی میکنه. شما یک نوارهای تعلیمی بکنه که ملت از او ببینه یک چی فایده ببینه، یا اینکه برای جهانیان نشان تیه که ملت تاجیک ملت سربلند، ملت باسواد است، ملت خدا دوست یا در اسلام خوب هسته. شما برای جهانیان این نشان بتیه پیشرفت ملت و این دو تا انسانهای ناسالم در پوبلیک برآوردن نیسته. ها یوتیوب پول میتیه یا که هم رکلامه هاتون پیش میروه گفته دیگه نشوه که دیگه هم انسانهای ناسالم دیگه مثلا سوء استفاده بکنه. بگذاری اونها رو در همون حال خودشون قدی بگردن.